من همین روز همینجا با جمع شدیم من یک اوگرو پلو خونیم گفتادیم ابقاتوی خوراکای همه ملی شیر برنج بود شیر شله بود آشای بریده بود شکراب خروتاب حاضر همه خیلی خوراکای اکثریت جوبا تماما کم استفاده میبرن حاضر ما جمع شدیم که یک اوگرو پلو کنیم این ابقاتوی ملی خودمون تماما با دیگر خیلی مزهش دیگر خیلی فایدهش دیگر خیلی همون کوشش کنیم که همه ابقاتوی ملی ماها کلان سالان راهبری کنیم با جوانان مسئولیت دیم آنها را من خیلی جمع کردن نشان دیم که چخیر همه خوراک پخته میشد از بین نرود همه خوراک اینا هم یاد گیرن همه خوراکای پزن چقدر گیاهای شفابخش ما هست در تاجیکستان ما قریب استفاده نمیبریم بزن من وقتی که با بهار شد اسپلا گفتگی علفا هست جمیلک همینا همش من همی خوراکا با درکار من بهار که شد جمیلک میبرد اسپلاغ میبرد شلخه میبرد من همون نوع گرفته استفاده میبریم سمبوسه های علفی من مثال آش توپه شله من اینا با همون علف ها استفاده میبریم همون ویتامین ها برای انسان فایده کلان دارد همینا استفاده برن اینا هم یاد گیرن با بگه اینا فرزنده کاشان به یادیان همین مقصد اساسی ما همین است که همین خوراک های ملی تاجیکی ما از بین نرود وقتی که نان گرم میپزیم تنور با البته یک تا شکراب کرده میخورن یا که من فطیرای قد کرده قروتاب کرده میخوردن ممکن منم خیلی ابقاتای یاد گیرن ما کوشش میکنیم کلان سالا که البته همین جوانا با یاد دیم لباس های ملی خوراک های ملی همه وقت در بین ما باشد تاجیکان هیچ وقت فراموش کردن در کار نی یکی از خوراک های ملی ما این اوگرو پلو بود اول خی و گوشت پیاز همون زربک آشه میکنن بعد از بالاش برنج از بالای برنج بعد اوگرو میاندازن با آب میاندازن بعد دم میکنن خود آش پلو بریم فقط به جای برنج بسیار نیو کمتر و اوگروش بسیارتر اما اتاله قنچی میکردیم با روغن زرد گوشت میاندازن کمتر ارد روغن به بریان میکنید گوشت خطی و آب میاندازید و میپزد روغنش میبروید خیلی باید میخواستگی تخم میاندازن نمیخواستگی نه همونو میگیرن میخورن اکو وای با گوشت کم میرد برای محصول وایش کم رفتنی گوشت و نباشد اگر به گوشت هم میشود موهای جمع میکردن میگفتن که دخترام من ایخی زوالا گریتم من ایخی بریتان آشی بریده طبق چوبی به میکشتن یا خیلی طبقای سفال به میکشیدن بولی و به هر خیلی کبوتی ها درون همون دیگ باید من همی علفای بهاری جمیلک من مثال شلخه اسپلاغ همه خیلی چیزا ریزه کرده می انداختن ما می دیدیم ما یاد گرفتیم با آش توپی کاسگی هست و با کاسه به میکشیدن انا گفتی گپو که باز من همی شله همین برنج کتی عادی تا بیستا به چخیر میفورد که هر که خورد همین آب هر خیل گیاه های ریزه کرده انداخته پیاز می انداختن بعد برنج شده انداخته جوشانده و همین یک شله عادی و لیکن همین قدم مزه این حصار زرنیسار همه چیز دارد منزلی جای به فیض و برکه همه چیز هست ذخیره کردگی هم داریم هر روز از بازار خریده میبریم شکر همین استقلالیت شکر همین آزادی و آبادی همه چیز مهیا شرایط به حد خوب است برای همین از همین شرایط ها استفاده برده جوانان خوراکای ملی فراموش نکنن و یاد گیرن و دوام تیان از بین نرود همین خیلی دوره سیروی پوری به زندگی کردیم همه شرایط نقص به حد خوب همه هنر باید داند زن اوگرو بریده تاند توپه بریده تاند مادر عروس من مادرشان بودن و یا بسیار زنی عاقله بودن زنی دانا بودن همه چیز یاد میدادن برای همون من از همون کس یاد گرفتم بسیار چیزا قریب همه چیزا از همون کس یاد گرفتم هم اوموچی بشیر هم اوموچی با قطیق خیلی چک خطی میکردیم
این اوگرو پلو همه کاره نمیتوند. نمیدونم این سال بهتر دشوارتر هم است، اما باید دقت کردن در کار که نسوزد، تکش بسیار سرخ نشود، یا که همین برای معتدل شدن وی همه نمیتوند. هنر آموختن، خواندن این از همه کار خوب است. وقتی که هنر داری همه چیز پخته تیار کرده میتونی. وقتی که علم داری و داری همه جا با کار کرده نانت یافته خورده میتونی بچیم. زندگی به در نمیماند آدم. وقتی که دخترها شوهر به میتیم نصیحت میکنیم که فرزند ما بودی، انا اکنون فرزند همون خاندان میشی. باید که رسم و روش و یاد گیری، هنرمند باشی، پخته تانی. مثال همه کار دانی در نمیمونی. اگر هیچی هنر نداره کار و نباشد بعد گپ میشد، گپچه میشد، جنجال میشد، خفگی میشد. برای همین همه وقت در زندگی تیار بودن در کار، در زندگی استوار بودن در کار. اکنون ما حاضر همین خوراک نشان دادیم که نمیتونستگم یاد گیرن. آش پلو میکنن بسیار، اوگرو پلو کم میکنن. همه پخته نمیتونن. برای همین خیلی وای کردیم که من حاضر محبوب جان تنوگ میکنن، میبرن، نشان میتن که اوگرو پلو چقدر پختن در کار. انا بعد همشون بود جوانا خیلی کلان هم نمیتونستگی یاد میگیرن، همین خوراک میپزن. اکنون این خوراک بسیار معمول نیست، کم این خیلی خوراک میپزن. محصولاتش هم همین نظر به آش این با کمتر میرد. اکنون گرفتم من مثال بریده، قاق کرده، دیگ به تفت داده، بعد یکون خراب کچه با خوشروی تگش به کاغذ پرتافته یا یکان دسترخوانچه پرتافته، بعد دوری همون خراب که با میچینن. انا یک وقتی ضروری با حد هم میگیری میپزی. من خیلی زوالا گرفته تنوک کرده وای کرد نمیشینی بزن. یک مهمومی بیدیو خود آدم آخی یکان وقتت نباشد، همروز کارت بسیارتر باشد که تپ تیار میگیری میپزی. برای آسانی کاری خود آدم. حاضرنگی و اکثریت همین مکرون کتی میکنن. لیکن که من آدمای پیش مکرون استفاده نمی بردن و آش بریده کتی. زوالا گرفته و خودت بریده میانزی و یا مزهش تماما دیگه میشد. و هم شیره میتید خیلی یک طعمی به مزه میشد. داخل من همون زوالا با هم یک تخمک میاندازی. مثال با ایلا شاید کمتر یک روغن میاندازی و زوالا مزهش دیگه بچه. پنجاه سال شد که از پنجکند همینجا اومدگی. منم دو تا خشتومن داشتم. خشتومن کلام با خشتومن خودم بودم. همونا همین کارا یاد گرفتیم. آنها همون اتالی قنچی میکردن، اتالی کاچی میکردن، شیر چای، من آرداب، حلوای تر. حاضر این چیزا بچه‌ها خرید که نمیخورن. من یافتم من کاتیکا بریون و من این چیزا. من بسیارم خیلی سنبوسی عرفه نغز میبینم، بسیار میکنم. فرزندا بسیارش نمیخورن همین چیزا. کدوگی میکنیم نمیخورن. با بچه‌کی کدوگی میکنیم اون. بچه‌ها فرزندا نمیخورن یا شکو بچه‌های مایده. و همون چیزی که همون میخورن دوایامون همین چیزای پیشتری خودمون میخوریم. ما با پنجکین یعنی اوگرو کنیم اگر رشته بسته هم خیلی اوگروی میپرتیم که قاق شود. و آست آستا گرفته در کاروبکو میمونیم و وقتی در کاره افغان میکنیم. خوراک ما امروز خوراک قدیمه است که بسیار از عنعنهای قدیم اومده ایستاده است. اول روغن می اندازند، بعد از روغن شیرین شدن گوشت می اندازند، می زیربانند، نغز کرده پیاز می زیربانند،
سبزی میزربانند. چه خیلی که زیربک آش تیار میکنیم این خوراک هم همین خیلی زیربک آش تیار کرده که شد ما برنج میشویم. برنج ششتا دم میپرتیم. قید کردن ما در کلانو که همه وقت برنج کمتر گرفتن در کار. اگروی که تسپاندگی است، یعنی اول خاک میکنن اگروی دستی، بعدا در دیگی تسپان میتسپانن، تف میتین، همین چیزا ما دم میپرتوین. بالای برنج با چه خیلی که آش دم میپرتویم انا خیلی دم پرتوفته میشود. سبزی می اندازیم. کمک از زردش می اندازیم. انا کو بیریان میکنیم. برای اینکه زرد سرخ می اندازیم طعمش خوش‌تر می شود. مزهش دیگر می شود. باش بیریان میکنیم. نه زفک بیریان میکنیم. کمتر نمک اندازیم. بس اندازیم. رنگ زیربک می آش. بعد بالش بعد برنج میانزیم. بعد برنج بعد اگرو میانزیم. آبش کمتر میکنیم. برنج کی، آش کی، دام پرتیمو ها بعد پزا. هم اختر نازکی دارد. اختر نازکی هم نی. خود قین هم نی. ترام میپختگی. هم اختر که هم سبزی و پیاز و گوشتش پزا. برای همین یکدم خیلی میجوشه. زیره میانزن، مرچ میانزن میخوردگی ها. اینای ما که بچه ها نمیخورن ما نمیانزیم. همین نوعه. این خیلی برک و توش بره و مامتی و با میانزیم. زیره هم همیشه. این خیلی با نمیخورن بچه های ما. برای ما نمیانزیم. باید نخته نکویم که سبزی میده نشود، تید نشود. سبزیش میده نشود. معلوم شود. همون آش بام اگر بسیار کوید تید میشه و میده میشه سبزی. هم خیلی. این خود دیر پزا کنه، قین هم نیو. خیلی کن نازک همه جا نمیکنن. من برنج انداختیم. از بالای برنج از اگرو میانزیم. من اگرو چرخ کرگومه تازه کرگومه میانزیم. کم ترگانی. آبولش آب میانزیم. من حاضر اکن برنج هم انداختیم، مکویم، اگرو هم انداختیم. وقتی که آبش میچیند بعد دم میانزیم تیار میشود آب خود. من بخاطر وای دارد تمام. نازکیش تمام.
من 20 دقیقه گذشت خوراکمون بینیم تیار شده باشد میکشیم تمام. من اوقاتمون تیار شد. این خوراک دسترس برای همه کرده میتوند. قدر دیرم نمیپزد.